میخوام بهتون لباس جدیدی که گالری بسخیره با لوگوی خودشون طراحی کردن و چندین ماه روش کار کردن رو نشون بدم. دادچا ماشاءالله بررسی کنی نگاه کنی، مثلا خانوما دارن نگاه میکنن با تپه بسخیره جدید اومده بازار، ماشاءالله ماشاءالله رنگی به چهار تا ابر کنگن ظالم. این کاری که داری میکنی اشتباهه. اینو باید تنه یه مدل کنی. خب میخوام بهتون لباس جدیدی که گالری بسخیره با لوگوی خودشون طراحی کردن و چندین ماه روش کار کردن رو نشون بدم. جنس این لباس از پارچه پیلس هست که پارچه با کیفیت و خنکیه. تمام لبه های شال با دوخت کرشی و چند رنگ جذاب کار شده. روی سرشونه دوخت سرکوپک رو داریم. روی لبه آستین هم انواع دوختا رو داریم مثل آینه کاری، تنا، پلیوار پر و چم سرومک. توی قسمت جلوی لباس هم که خیلی پرکاره، آینه کاری ها حسابی به چشم میاد و دوختایی مثل زه، بن، سیاه‌سفید کنار این آینه کاری ها هنرمندانه طراحی و اجرا شدن. میرسیم به پشت لباس که از بالا تا پایین سوزندوزی داریم. مثلا دوخت سبزو که حسابی توی این قسمت خودشو نشون میده. تمام لبه های شلوار و لباس هم دوخت سرپاک زده شده. امیدوارم تونسته باشم این لباس زیبا و با اصالت رو به خوبی بهتون معرفی کنم.